ابرقول اسکوترهای جهان، هوندا XADV 750 به عنوان یه موتورسیکلت چند منظوره با تمام ویژگی‌ها و امکانات لازم برای استفاده در شرایط‌های مختلف جاده‌ای رو داره. از سیستم‌های پیشرفته کنترل گشت‌آور، گیربکس 2 کلاجه، اتوماتیک و دستی و حالت‌های مختلف رانندگی گرفته تا راحتی و امنیت در رانندگی‌های طولانی. این موتور یکی از انتخاب‌های برجسته برای علاقه‌مندان به ماجراجویی و استفاده‌های روزمره است. مشخصات این موتور: انجین 2 سیلندر 745 سی با قدرت 59 اسب بخار در 6750 دور بر دقیقه، گیربکس 2 کلاجه اتوماتیک DCT که به صورت دستی و یا خودکار میشه ازش استفاده کرد، شتابگیری نرم به لطف گیربکس DCT، ترکشن کنترل، ABS 2 کاناله، طراحی لاستیک‌ها و چرخ‌ها برای جاده‌های آفرودی و ناهموار طراحی شده، صفحه نمایش دیجیتال پیشرفته که اطلاعات سفر و حالت‌های مختلف رانندگی رو نشونت میده، طراحی قوی و مدرن که ترکیبی از اسکوتر و موتورسیکلت های اسپورت رو به نمایش میذاره، مناسب برای سفرهای طولانی، استفاده روزانه در شهر و همچنین پیمایش در مناطق کوهستانی و جاده‌های خاکی. مخزن سوخت 13 لیتری دارای 4 مد رانندگی اسپورت، استاندارد، جاده‌های مرطوب و لغزنده، جاده‌های خاکی و ناهموار و آفرودی. فضای ذخیره‌سازی 21 لیتری در زیر زین دارای ایربگ برای محافظت بیشتر از راننده. وزن 236 کیلوگرم، تاپ اسپید 170 کیلومتر بر ساعت. قیمت این موتور $16500. ممنونم که تا آخرین پست همراه من بودی. دوست دارم.